هستی در یک جای خالی و بی انتها بیدار شد. نه دیروزی داشت و نه فردایی. فقط بودن بود. او به اطراف نگاه کرد. هیچ نقشه‌ای نبود، هیچ رد پایی، هیچ قانونی که بگوید باید چه کار کند. این آزادی سنگین بود، مثل یک بار بزرگ. او می توانست هر کاری کند، اما اگر هر کاری می کرد، پس هستی کی بود؟ هستی تصمیم گرفت که راه برود. او قدم اول را برداشت، نه به سمت هدف خاصی، بلکه برای اینکه فقط انتخاب کند. با هر قدم، چیزی در جهان شکل می گرفت. یک گل کوچک، یک رودخانه باریک، یک سایه. او با عمل خود جهانش را نقاشی می کرد. او فهمید من اول هستم و بعد با هر کاری که می کنم معنای خودم را می سازم. او خالق ذات خود بود. گاهی او اشتباه می کرد. رودخانه کج می شد یا گل پژمرده. اما او از آن درس می گرفت و راه جدیدی انتخاب می کرد. روزی هستی کسی دیگر را دید. او کیان هم در جهان خالی خودش بیدار شده بود. هستی تنها نبود، اما هنوز آزاد بود. او می توانست انتخاب کند که به دیگری کمک کند یا راه خودش را برود. هر انتخابی مسئولیتی بود، نه فقط برای خودش، بلکه برای انسانیت. هستی لبخندی زد. او دستش را دراز کرد و گفت: بیا، ما با هم جهانهایمان را می سازیم، اما هر کداممان مسیر خودمان را انتخاب می کنیم.